چطور مطورید؟ تو ویدیو امروز براتون مثبت 18 ترین و خنده‌دارترین سکانس های برنامه دور همی رو آوردم که اصلا میتونم بگم دلیل توقف ضبط این برنامه همینا بوده. یعنی یه چیزایی داره پخش میشه که اصلا باورتون نمیشه اینا رو صدا سیمای ایران نشون داده. همین اولیو ببینید، مطمئنم دیگه اصلا برگاتون میریزه. شروعش این باشه، ببینید پایان این ویدیو چیه. خب خیلی صریح جواب بدین، یعنی صاف بگین. صاف. خانم اول شما چه چیزایی از بچه‌تون به باباش نره ایشالله؟ صاف. 1 2 3 4 5 تا. نمیشه همش بره، من مشکلی ندارم. میخواین همش نره؟ اینجا تو این ویدیو یه جوری مهران مدیری میگه که میخوای همش نره که اصلا طرف برگاش میریزه، میگه اگه ادامه بدم دیگه ولم نمیکنه. تو ویدیوی بعدی دو تا اسطوره رو داریم توی کادر میبینیم که یکیش مهران مدیری، یکیش هم جواد خیابانی. خب معلومه دیگه، اصلا اسم آقای خیابانی اومد، معلومه قراره چی ببینیم. بریم ببینیم برگاتون بریزه واسه. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، حتما ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما حتما کانال یوتیوب مستر سبز رو سابسکرایب بکنید. حالا بریم ویدیوی بعدی رو ببینیم از جواد خیابانی و مهران مدیری. هر چه دقایق بیشتری از بازی سپری میشه، به پایان بازی نزدیکتر میشه. این اشتباه لپیه یا این یه قانونه که اون تیمی برنده است که گل‌های بیشتری رو زده. خب این جمله قصاره. بعدی ساعت 1 بامداد امروزه. نه امروز نیست، فرداست. دیگه رفتیم تو فردا. پس الان فرداست، دیگه نمیتونیم بگیم امروز، الان 1 بامداد فرداست. این یه جمله این اشتباه نیست. واقعا راست میگه، باید فقط فوتبالی باشید تا بدونید جواد خیابانی چه حرفای سنگینی میزنه که هر کسی اصلا اونا رو درک نمیکنه. عجیب غریبه نه؟ یه وقتایی اینقدر حرفاش سنگینه که خودش هم نمیفهمه داره چی میگه، درک نمیکنه. تو ویدیو بعدی احسان علیخانی رو داریم که مهران مدیری تو برنامه دور همی گیرش آورده. حالا بریم ببینیم چی میخوام بگم بهم. کردیم زنگ زدیم احسان جان نمیای دورم. چرا اصلا چرا نیا؟ چی بهتر از این؟ گفتم پس زنگ بزنیم هماهنگ. زنگ زدیم کلیش درد میکرد. آدم که با کلیه درد نمیتونه بیاد، منطقیه. زنگ زدیم رودم میام الان سر ضبطم، چیکار کن؟ 2 هفته دیگه میام. معدم زنگ زدیم آقا بی الان دیگه موقعشه، الان خوبه، اینا عید مردم دوست دارن، میام. شیرازم بعد همون روز تو اتوبان ارتش دیدمش. حالا به خودش هم نگفتم اصلا بماند. حالا چرا با ما این کارو میکنه؟ 1 ساعت میخوام بشینیم گپ بزنیم. شما که برای هیچ کسی پنهان نیست من چقدر شما رو دوست دارم، چقدر خاطرتون رو میخوام. ولی حالا شما شوخی کردین جوابشو میخوام بدم. یادمه که آقای مدیری می‌خواست برنامه شروع کنه، اولین قسمت دوره همیانان 300 خورده قسمت رفتیم. 5 سال پیش آقای مدیری لطف کردن به من زنگ زدن که با این جمله که میخوام قسمت اولو با تو شروع کنم. من این چیزای شنیده بودم پراکنده که چه نقشه‌هایی تو ذهن آقای مدیری. اعتراف میکنم صادقانه که دفعه اولو صادقانه پیچوندم. خب و خدا رو بابتش شکر میکنم برای اینکه بعد دیدم یه روز با ریشتراش سیبیلای سروش صحت رو زد و یه روز با ریشتراش نیما فلا کله‌شو کچل کرد. نمیدونم خیلی بیش فعال بود اوایل آقای مدیری تو این برنامه و گفتم خدایا ممنونم بابت حمایتت که تصمیم درست گرفتم. بعد هی اومد جلو، چون آقای مدیری به ما افتخار دادن، چند مرتبه تشریف بردن در برنامه‌ای که من می‌ساختم. هر چی رفت جلوتر دیدم به یه جایی رسید. 4 5 سال گذشت، آقای مدیری یه ذره جا افتاده شد تو این برنامه. من دیدم دیگه یه گوشه نشسته ایشون داره با گویش بازی می‌کنه. گفتم با من دیگه کاری نداره دیگه. اگه دور همی رو دیده باشین میدونید که احسان علیخانی واقعا حق داشته که بپیچونه، چون اتفاقات عجیب و غریبی افتاده. حالا علاوه بر اینکه یه سری بلاهای عجیب و غریب سر مهمونا میاره، یه سری سوالات هم میپرسه که اون طرف اصلا برگاش میریزه که جواب بدم ندم. حالا چقدرم راحت احسان علیخانی میگه که واقعا پیچوندم. خیلی جالب بود. تو ویدیوی بعدی باز قراره چیز خیلی جالب ببینیم. مهران مدیری آرون افشار رو گیر آورده و ولش هم نمیکنه. اگر دور همی رو دیده باشید میدونید که وقتی مهران مدیری گیر سپیچ بده اصلا دیگه بیخیال نمیشه. یعنی خدا نکنه یه چیزی از اون طرف بفهمه، یه آتوی گیر بیاره دیگه اصلا ولش نمیکنه. یه جوری اینا براش مهمه که حتی یه آلزایمر هم بگیره اون آتوهایی که از طرف داره یادش نمیاد. دوستانت میگن که پاس نمیدی و تکروی میکنی. زیرا منو زده من بفهمم. ولی نگفتن که گل میزنی. خوب آدم خودش بگه. گفته خودش هم گل میزنه. نه خودش یه جوری تو لحظه طنز میسازه که اصلا آدم برگاش میریزه. چی شد؟ از کجا اومد این حرف؟ به آرون افشار تیکه میندازه و میگه که دوستات که نگفتن تو گل میزنی، خودت داری میگی. البته این برای چند سال پیشه، اما فکر میکنم آرون افشار بعد از این اتفاق و حرف آقای مدیری گل زده. این ویدیو رو ببینید خودتون.
فقط باید چیز زده باشی. تو ویدیو بعدی هم باز چیز جالب ببینیم که برزو ارجمند داره توضیح میده که چی شده که با خانومش ازدواج کرده. ببینید. نتونه از کنم که من همسرم ایران زندگی نمی‌کرد، مهاجرت کرده بود. بعد اومده بود مادر مهاجرت کرده بود. بله مهاجرت. بله کامل رفتم. بعد یه سفر اومده بود پدر مادرشو ببینه، من گرفتمش. سلبریتی ها واقعا چقدر راحت ازدواج میکنن و میگه خانم اومده بود ایران، منم رفتم گرفتمش. انگار رفته مرغو گرفته. ولی خب این ازدواج سریع و راحت هم همون دلیلیه که همینطور راحت و الکی هم طلاق میگیرن و جدا میشن. بابا یه 4-5 سری با طرف برو بیا ببین، اصلا شاید دوستش نداشتی، اون رنگ مورد علاقه‌شو دوست نداشتی، چه عجله‌ای آخه. بریم سراغ ویدیوی بعدی که آقای مدیری باز اینجا یه جوک باحال تعریف میکنه. طرف رفته بیمارستان دولتی، در اتاق دکتر رو میبنده، یواش به دکتر میگه دکتر جان من اینمه، فقط تو رو خدا خودت معاینه کن. موبایل دکتر زنگ میخوره، میره بیرون. به اولین پرستاری که میبینه میگه خانم بیمار اینشه. پرستار میاد میبینه کار سخته، انترنا رو صدا میکنه، میگه بچه‌ها یه کیس آموزشی عالی. انترنا همه دوربین موبایل روشن کردن، میگن تکون نخور، زوم کردیم رو اینت. مریض داره دست و پا میزنه که دکتر کو؟ دکتر بیرون داره مصاحبه میکنه با شبکه سلامت، میگه متاسفانه دارو واسه اینایی که اینشونه نیست. نمونش همین آقا. یعنی یه شب چنان معروف میشه که نقطه صفر مرزی که میره، سربازه از کشور مجاور براش دست نشون میدن، میگن اونت اوکیه؟ واقعا هم همینا. تو بیمارستانای عمومی اصلا حریم خصوصی وجود نداره. مهران مدیری تو برنامه دور همی خیلی از این جوکا تعریف میکرد که واقعا نمیشد این جوکا رو پیش خانواده دید و شنید. مثل این یکی، بازم بریم ببینیم. قبلش لایکو بزنید ببینیم. ببینید خارجی‌ها چقدر راحت فیلم میسازن. خانم ماشینش خراب شده، آقاه داره رد میشه، وای میسه، یه تک استارت میزنه، روشن میشه، اینا ازدواج میکنن. خب لوله ترکیده، لوله کش میره خونهشون درستش میکنه، صاحب خونه پول نداره بده، درگیری میشه اکشن. صاحب خونه زورش نمیرسه در کنسرو رو باز کنه، میبره میده به باغبونه تو حیاط براش باز میکنه، با هم دوست میشن، تموم شد. آقای مهران مدیری این اصلا داستانی که گفتین واسه فیلم‌های عادی و درست حسابی نیست. اون فیلمایی که یکی میره پیش باغون و یکی با لوله کش دوست میشد و یکی پیک موتور میبره تو خونه‌اش، اصلا یه داستان دیگه داره. این یه مدل فیلم دیگه است که خودتون هم میدونید. چجوری رود شد جلوی اون همه آدم اینا رو گفتی؟ صدا و سیما واقعا چجوری به این اجازه پخش داد؟ رسما داره به چیز دیگه اشاره میکنه. اینو ول کنید، بریم چند تا از تیکه‌های گلچین خنده‌دار دور همی رو با هم ببینیم، حال کنیم. خیلی خوبن. که اینجا میاد یک چیزی به ما میده، در این موزه میذاریم، یه روزی اینها رو خواهیم فروخت و پولشو خواهیم خورد. این چی؟ نه یعنی نه یعنی خرج. یه داداش دیگه دارین میلاد، چند سال کوچیک‌تره؟ 7 سال از من کوچیک‌تره. کوچیک‌تره. چرا کار با شما کار یعنی تو این حرفه فعالیت میکنه؟ چرا کوچیک‌تره رو؟ خب نه تصمیم ما نبود آقای مدیری. هنرمنده که با من ازدواج این دیگه توپق نبود. همسایه‌ها صداشون در نمیاد شب تا صبح بیداریم کاری نمی‌کنیم. نه حالا منظور من تلویزیون، صدای موسیقی ایناست. خب عزیزای دلم، این ویدیو اونم به پایان رسید. حالا حتما داخل کامنت بگین که شما از آقای مدیری خوشتون میاد و مهران مدیری رو دوست دارین یا نه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگر دوست دارین از این ویدیوهای باحال و دانستنی جالب داخل کانال ما ببینین، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو روشن بکنید که اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشین. دارم سعی می‌کنم ویدیوهای باحال براتون بسازم. حمایت بکنید، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.